در شهر خوجند برندگان آزمون ولایتی خبرنگاران برای بهترین مطالب در موضوعهای مهم و داغ جامعه اعلان شدند. در بین برندگان این آزمون از جمله خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت معصوم محمد رجب نیز برای سلسله موادهای چند رسانه‌ای جایزه اول را به دست آورد. این آزمون میان روزنامه‌نگاران شمال تاجیکستان اول سال جاری از جانب رئیس ولایت سوخت اعلان شده بود. جایزه عمومی این آزمون 150,000 سامانی و جایزه پولی برندگان از 1.5 تا 6,000 سامانی است. طبق معلومات مقامات در آزمون امسال بیش از 80 خبرنگار رسانه دولتی و مستقل و خارجی که در شمال تاجیکستان فعالیت می‌کنند شرکت کردند. به این ترتیب 37 نفر آنها در 4 بخش برنده شدند. در بزرگ، در مسجد، در مکتب، در دانشگاه، در خانه، در اویله و مؤسسه دولتی پروژه خیلی زیاد داریم. کدام میتونه اگر اینطور همواره حالی مثلا مواقع زمان کنم من خیلی خوشحال میشم. و حساب از این برنامه کمتر تشکیل کردیم در تلویزیون، خودکشی کم تشکیل کردیم. دیگرشم من گفتم چقدر کمتر کنیم تو انقدر نست. با تاکید جناب قادری این گونه آزمون‌ها خبرنگاران، مقامات و جامعه را در اطراف هدف‌های ملی و عمومی بشری به هم نزدیک می‌سازد. همزمان جناب قادری از روزنامه‌نگاران دعوت کرد تا در امر جلوگیری از تندگرایی در جامعه بی‌طرف نباشند. هرچند باباجان اکرام ژورنالیست و ادیب و رهبر کمیسی آزمون خامه سازنده نسل معاصر روزنامه‌نگاران تاجیک را جوینده و آموزنده خواند، اما به قول او در انعکاس و تحلیل موضوعهای مهم و داغ جامعه امروزه دشواری می‌کشند. در مورد مبارزه علیه افراطگرایی تروریسم بسیار ضعیف هستیم، حتی بی‌طرف هستیم. این خطر جدی است. این خطر هر یک خانواده است و این خطر دولت و دولتداری است. حلیم جان جورایف یک از برندگان آزمون خامه سازنده رهبر شعبه اطلاعاتی تلویزیون سیمای مستقل یکم در خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفت برگزاری این گونه آزمون‌ها خبرنگاران را به کار خود دلگرمتر می‌سازد. البته این آزمون یک اندازه میتواند مثال ژورنالیستان را در راه جستجویی مثال دلگرم کند. آزمون خامه سازنده سال سوم است که در قلمرو ولایت سوخت دایر می‌گردد. در محفل جایزه سپاری امسال اعلان شد که خامه سازنده سال آینده 2017 نیز با 150,000 جایزه پولی برگزار خواهد گشت.